داریم میریم. البته الان نمیریم عمل، ولی خب دیگه من هم وسایلم جمع کردم. از الان داریم میریم و داریم میریم باغ، اونجا بمونیم و فردا با هم آماده شیم بریم دماغم رو عمل کنیم. چقدر آینه کثیفه. بذار این رخ بگیرم. This is my outfit. دارا استایلم خوبه؟ تو خوبه. من خیلی داغونم. من چون باید راحت ترین لباسامو میپوشیدم و این مثلا سویشرت و یه شلوار گوشات راحت ترینش بود. ولاگ عمل آره برای عمل زیبایی. درست بگو، میخوام بذارمش تو یوتیوب. دماغ پدر و دماغ دختر برای عمل جراحی. این ور قرآن اون ور قرآن بگی. دماغت مشخصه بگی رفتن. دماغت گیر کرد به قرآن. بچه‌م نمازش هم بزرگ نیست بود. بازم چک کن. باشه تارا، اگه بود اونجا رو چیز کن. قربان اومد پیش بود. تارا جان این میخواد بره دماغش عمل کنه شبیه شما کوچولو کنه. پیشی سرم پیشی. راحت دکل آورده. ما رسیدیم. اومدیم بچه ها کافی بزنن. آره چه حسی داری؟ من الان چه حسی داری؟ خیلی گرسنم. هیچ دیگه فکر یعنی گرسنگی باعث شده به ترس قلبی به چیز فکر نکنم. خیلی تشنمه. لالالالا اشمه بچه‌ها سلامتی. میخوام برم دماغم عمل کنم. خب اینجایی که اومدیم عمل کنیم و من به تارا معرفی کردم چون همینجا من بینیم و عمل کردم که روزی بودم کارشو. چون من بینیم کوچیک بود دادم بزرگ کنم این دست تا موش میره دستا مشت موش نگیر فیلم نمیذاره گیر میده. هنوز کلا هم نداشتم بوده. من نمیذاره اینجا وایسم. نه کسی توش تو ویدیوات نیست. چی میخواد؟ همه چی هست دیگه. ساعت 12:40. بخور اینو تماشا میکنم سوپ بیارم. لبا چی باعثش بعد یه چیزی بگو که این بچه ها کم کم دارم کبود میشم به ساعت کبودی و حوصله سر رفتگی دارم نزدیک میشم. واقعا حوصله داره خیلی سر میره. هیچ کاری نمیتونم بکنم. هایدا بالای دستم درد میکنه. دستت آخه چرا واقعا داره کرده میشه. لبام برمرده. نخون توی نه سته ببینم دستت. دیدیدیدیم. سلام. از روز حالا اوکیه. صرفا اینجا خیلی درد میکنه یه ذره و اینکه نمیتونم نفس بکشم و دارم خفه میشم. بقیه چیزا اوکیه. خیلی هیجان دارم. میخوام نیمرو خویرم توی خطه. آی خورومت و
اذیت منه. دیدم اصلا تو همه خوزاتو گرفتی، حالا نوکتو نگرفتی هیچ وقت که اینجوری صاف کنی، ولی همین کل عکسات صافه. خب کل ولاگ اول بیلی میدونی چه شکلی گذشته؟ اینجوری دوربین رو گرفتن جلو صورتم نگاه کردم. بچه اوضاعم خیلی بهتر شده، یه لحاظ خفگی دارم بدتر میشم. بیفهم نیست با دخترات و مگه خولی. اصلا کاش زنه ولاگم جذابتر باشه. فنو میگن تارا اصلا مثل تو نی. سلام من به تو یار قدیمی. میبینید که من تمیز و مرتب نشستم. دیدم که دارم میمیرم از کثیفی. رفتم مامانم زحمت کشید منو شست و کلمو اینجوری گرفته بودم که نریزه روی دماغم. واقعا نمیتونستم که تحمل کنم، مثلا میشه سردرد گرفته بودم. میبینید که تغییر لوکیشن دادم، از تخت اومدم پایین. رو تخت گردنم درد میگرفت چون که تخت اینجوری میره پایین، گردن اینجوری گردنم این شکلی میشد، پای دستم درد گرفت. اومدم پایین دیدم که خیلی اوضاع بهتره. چشامو ببینم. Love you guys. Hope you enjoyed this video. این ویدیو فکر کنم همش من رو تخت بودم و سیم لوکیشن، یا اون بالا بودم یا این پایین بودم. امیدوارم که ویدیو خوب شده باشه، بتونم پستش کنم. چی شد؟ یا ولاگ میگیرم. باشگاه چطور بود؟ خیلی حالت خوشو کشته تو باشگاه، شهید کرده. میموندی در رو قفل میکردی میامدی. بخوام بیرون دیگه. بگو پس زمینه. پس زمینه به نام خدا تلاش های شبانه روزیمون خیلی بزرگ سنگینه، تو کادر جا نمیشه. ایشالا بقیه‌شم. ممنونم. منصور جون خسته نباشی. چه حسی دارید؟ حس ریدم. ضبط کم نباشه، خیلی زیاد درست کرد. برو تو فر. روشن که اینم چند بچه اینم گلاییه که گرفتن، فقط همشون به فنا رفتن الان دیگه. بعد از 8 روز صورتمو شستم. اگه نده چی؟ آماده شیم بریم مطب. بچه ها حس تمیزی دارم. هوا بارونیه، بعد چیز میفته. هوا خیلی بارون، یعنی بارون گرفتم. دارم میرم گچ بینیمو بردارم. خیلی خوشحالم. این ماک رو یکی از دوستان برم خریده که گفتم بذار الان امتحانش بکنیم. توش قهوه بخورم. بچه ها دیروز من دیگه کلا یادم رفت براتون ولاگ بگیرم. ساعت 8 غروب حدودا رسیدیم خونه، نهار خوردیم، گشتیم و
هوا خیلی خوب و بارونی بود و اینکه این دوتا رو گذاشت توی بینیم که باید تا 2 هفته در واقع این داخل بینی من باشه و بعدش باید تا حدوداً 1 ماه فقط شبا ازش استفاده کنم و خلاصه اینکه این دماغ من بدون گچ با ورم و باد بسیار هنوز زیر چشمام کبوده. چایمونم یعنی آب جوشمونم دم اومد. نور اینجا چرا میخندی؟ دارم ویدیو میگیرم. آره فکر کردی اسکل شدم؟ دارم ویدیو میگیرم برای یوتیوبم. نور اینجا خیلی خوبه و این کادر رو خیلی دوست دارم. خیلی آب جوش ریختم. فکر کنم که به فناش دادم. Look at this. خیلی کیوته. خلاصه که امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. در سوالی دیگه داشتید تو کامنت ازم بپرسید، حتما بهتون جواب میدم. بوس بوس. بای.